بچه 3 ساله بنتن نگاه کرده خوشو دار زده، اومده سر زور به مادرش مامان بنتن دشمناشو با طناب خفه میکنه. اینو گفته مادرم خوابش میومده گفته خب باشه حالا میخواد بره غذا درست کنه، کانال رو روشن میکنه که بشین نگاه کن دیگه، فقط به پر و پای من نپیچ. غیر اینه؟ روشن کرده اونو، بعد بچه رفته با روسری مادرش خودشو دار زده. چه عذاب وجدانی خانم. خدا بیامرزه پدر مادرشونه که هر کی ازشون پرسید چی شد بچه‌تون، گفتن ما شبکه روشن گذاشتیم، بچه‌مون نگاه کرد خودشو دار زد. شما شبکه‌هاتون رو روشن نذارید. شما شبکه‌هاتون رو روشن نذارید.